علی بیصد. این داور خط نگهدار شبیه علیرضا بیرانوند قبل از اینکه پنالتی زده بشه از دروازه‌اش اومد بیرون و باید پنالتی اجازی شد اعلام نکرد و قشنگ ببینید. حالا حرفاش هم گوش کن. بفرست واسه تمام کیسه‌کشا. تراکتور که هیچ بزرگتر از تراکتور هم بدون داوری حریف پرسپولیس نمیشه. امروز اینو میگم که من طرفدار تراکتورم، چون قدیما توی بازی کردم. تا امروز نمیتونستم بگم طرفدار کدوم تیمم، از امروز طرفدار و عاشق تراکتورم.